من الکی کلان شدم. مادرم در کجا زیستنم آن را، نامی مرا به من فهمانیده آموزاند. من میدانستم که نام من نصیب است، ولی موجود بودن نسب را نمیدانستم. مادرم گفت که نسب این نشانه بودن یک عائله ما می باشد. به من تعریف کردن حکایه ها، افسانه ها خیلی پسند است. ما با پدرم و مادرم هر گونه حکایه های خود را تعریف کرده به آن نقش می آفریم. چقدر خوب است. پدر جانم خیلی خنده آور می باشد. برادرم باشد چون هر وقت دلیر و حمایتگر است. اپم به من همه وقت یاری رسانیدن می خواهد. پس ما در یک جایگی بازیچه ها را می غورنداریم، گربه ها را به جایش می گذاریم. با یک جایگی ذوق آور است. در بیرون بودن ما یک جهان است. بیناهای بلند و پست، ماشین‌های سیاه و سفید، گل‌های سرخ و نارنجی، درختان بلند و زیبا. همه اینها چقدر عجیب هستند. پدر جانم درباره همه چی نقل می‌کند و همه چیزها را چگونه بودنش را می‌فهماند و می‌گوید که اینها به من در مکتب لازم می‌آیند. عجیب، مکتب چگونه است؟